سلام. به هالکست خیلی خیلی خوش اومدید. هالکست پادکست حال. همه ما در طول زندگیمون اتفاقات مختلفی رو تجربه میکنیم. بعضی از این اتفاقها اتفاقات خوبی هستن. اتفاقهایی هستن که ما دوست داشتیم اتفاق بیفتن و رخ بدن. و در مقابل یک سری اتفاقها هست که ما احساس خوشایندی نسبت به اونها نداریم. اتفاقهایی که میتونن باعث غم ما بشن، باعث اندوه ما بشن و ما رو ناراحت بکنن. این اتفاقهایی که ناخوشایند هستن برای ما همگی درد هستن. همه اونها اتفاقات دردناکی هستن. واکنش ما نسبت به هر کدوم از این اتفاقات دردناک مختلف میتونه باشه. اگر ما در مقابل این اتفاقات دردناک واکنش خوبی نداشته باشیم و مقابله خوبی با این اتفاقات دردناک نکنیم، این اتفاقات دردناک و به طور کلی درد رو میتونیم تبدیل به رنج بکنیم. رنج در واقع واکنش نادرست ما نسبت به درد هست. درد یک موضوع اجتناب ناپذیره. در زندگی همه ما میتونه رخ بده. حالا توی زندگی من به یک شیوهی و در زندگی هر کدوم از شما عزیزان به شکل دیگه‌ای ممکنه رخ بده. اما رنج یک چیز اجباری نیست. یک چیز اجتناب ناپذیر نیست. رنج یک موضوع اختیاریه. این که من در مقابل یک اتفاق ناراحت کننده، در مقابل یک درد، واکنش درستی رو انجام بدم یا واکنش نادرستی، این به من برمیگرده. اگر من واکنش نادرستی نسبت به درد داشته باشم و اون درد رو تبدیل به رنج بکنم، این موضوع تقصیر منه. این موضوع یا همون رنج من یک موضوع اختیاریه و نه از روی اجبار. مثلا در زندگی همه ما ممکنه اهدافی داشته باشیم، دوست داشته باشیم به یک خواسته‌ای برسیم و برای اون خواسته، برای اون هدف تلاش زیادی بکنیم. امید زیادی برای رسیدن به اون اتفاق خوب داشته باشیم. اما بنا به دلایل زیاد یا کمی ممکنه به اون هدف، به اون اتفاق نرسیم. ممکنه به اون چیزی که میخوایم دست پیدا نکنیم. خب این طبیعتا دردناکه، درد آوره. اما اینکه من بیام به اون درد، به اون اتفاق، به اون نرسیدنه هی چنگ بزنم، هی یادآوریش کنم برای خودم، هی برای خودم تبدیل به یک موضوع بزرگ و رنج آورش بکنم، این کار به شدت میتونه به شما آسیب بزنه. در واقع شما باید درد رو بپذیرید، پذیرای درد باشید. پذیرفتن درد خیلی سخته، خیلی خیلی سخته. بدون شک برای هیچ کسی راحت نیست وقتی که مثلا به عنوان مثال دوستیش با یک شخصی تمام میشه یا مثلا یک شخصی رو از دست میده. قرار نیست یک شخصی رو دیگه ببینه، شخصی که طبیعتاً دوستش داشته. این طبیعتاً بسیار دردناکه. این طبیعتاً موضوع بسیار سختیه. اما باید این موضوع رو مدیریت بکنیم. این که ما بشینیم و وقتی یک دردی به ما دچار یک دردی میشیم، بیایم و هی این درد رو به خودمون به یاد بیاریم، هی بیایم به اون درد یک چنگی بزنیم، چه اتفاقی میفته؟ مدام ذهن ما رو درگیر میکنه، مدام فکر ما رو مشغول خودش میکنه و ما رو از ادامه زندگی باز میداره. راحت ترین کار بعد از اینکه یک درد ایجاد میشه برای ما اینه که از ادامه زندگی خودمون رو سیر بکنیم. خسته بشیم، دست از زندگی کردن بکشیم، دست از شادی بکشیم، یک گوشه بشینیم و اندوهگین باشیم تا آخر عمر. این کار خیلی راحت تره نسبت به اینکه بخوایم بجنگیم، نسبت به اینکه بخوایم با اون درد کنار بذاریم و به چیزهای شادی آور فکر کنیم، حالمون رو بهتر بکنیم، روحیه‌مون رو حفظ بکنیم. این طبیعتاً سخت‌تره، ولی برای ادامه زندگی، برای اینکه خوب بتونید ادامه بدید،
لازم، واجب و ضروری است. ما باید درد رو بپذیریم و با اون درد ادامه بدیم زندگی. اون درد رو بپذیریم، در گوشه از ذهنمون قرارش بدیم. مغز انسان، ذهن ما، همه ما یک حافظه ای داریم. حافظه ما نمیتونه یک چیزی رو فراموش بکنه. حداقل به نظر من یک اتفاق بد رو نمیتونه فراموش بکنه. یک چیزی که میخواستیم بهش برسیم و نرسیدیم رو نمیتونه فراموش بکنه. از دست دادن کسی رو نمیتونه فراموش بکنه. تموم شدن یک رابطه، تموم شدن یک دوستی رو نمیتونه فراموش بکنه. خیلی از اتفاقات مختلف رو نمیتونه فراموش کنه. حتی مغز ما، ذهن ما، از نظر من خیلی از حرف ها رو نمیتونه فراموش کنه. خیلی از کنایه ها رو حتی شاید نتونه فراموش کنه. خیلی چیزهای زیادی هست که مغز ما، ذهن ما به خاطر حافظه ای که داره نمیتونه فراموشش کنه. اما این موضوع دلیل نمیشه که ما مدام این چیزها رو به خاطر بیاریم و دردمون رو تبدیل به رنج کنیم. ما باید همه این مشکلات رو، همه این دردهای مختلف و حتی زیادی که ممکنه در طول زندگیمون دچارش بشیم رو بپذیریم، در گوشی از ذهنمون قرار بدیم و با وجود این دردها به زندگیمون ادامه بدیم. این دردها رو بپذیریم، کنارش بگذاریم، یک گوشه و هی بهش نگاه نکنیم، هی مدام اینها رو به خاطر نیاریم. به چیزهای خوب فکر کنیم، به چیزهای جدیدی فکر کنیم، اهداف جدیدی رو برای خودمون ایجاد بکنیم و برای رسیدن به اون اهداف نو تلاش بکنیم.